تصنیف بسته دام از کلونل علی وزیری. استاد وزیری در سال 1265 یا 66 خورشیدی متولد شدند و در 18 شهریور 1358 به دود حیات گفتند. مادر ایشون بیبی خانم استرآبادی از زنانی بود که حامی حقوق زنان بود و از اولین کسانی بود که این سیستم رو در ایران راه اندازی کردند. ایشون ضمناً اولین دبستان دخترانه هم راه اندازی کرد. پدر علی وزیری موسی وزیری از افسران قزاقخانه بود و همین واسطه آقای وزیری هم به خدمت نظام در اومده بود در اوایل جوانی. بخاطر همین نام کلونل رو از اون دوره با خودش یدک میکشید. تار رو نزد دایی خودش دکتر حسین علی خان یاد گرفت، شروع کرد و بعد نزد سلیمان خان ارمنی که در مدرسه موزیک درس میداد درس های مقدماتی موسیقی رو یاد گرفت. همچنین نزد یک کشیشی که در مدرسه سنلویی تدریس هم داشت موسیقی غربی رو فرا گرفت، ارگ کلیسا رو یاد گرفت و بعدها در هنرستان موسیقی برلنس 2 سال و 3 سال هم در آموزشگاه عالی موسیقی فرانسه موسیقی رو به صورت حرفه‌ای و همچنین آهنگسازی رو به صورت حرفه‌ای کار کرد و هدفش ایجاد یک مدرسه در ایران بود. در پشت کار نظیر نداشت و از همسر اولش نقل هست که علی نقی نهار و شام نداشت و در یک صندوقخانه‌ای که در منزلشون بود به تمرین تار می‌پرداخت پیوسته و همین تمرینات مداوم بود که باعث شد علی نقی از لحاظ تکنیکی بسیار قوی باشه و همچنین تاثیرگذار در موسیقی ایرانی. میشه گفت علی نقی وزیری یک سبک خاصی رو، یک نوآوری رو در گروه نوازی و ارکستر نوازی و همچنین در تار ایجاد کرد. همچنین از ابداعاتش تعدیل گام موسیقی ایرانی هست به 24 قسمت مساوی که به هر قسمت یک رو به پرده که گفته میشه. ایشون سیستم موسیقی ایرانی بر این اساس قرار داد و بعدها بر همین اساس یک هارمونی نوشت که در یک کتابی به همین نام به تب رسیده. باز از ابداعات ایشون نامگذاری این فواصل رو به پرده با سوری و کرون هست که وقتی سوری و کرون رو از لحاظ حروف ابجد ما جمع میکنیم با عدد علی نقی وزیری برابر خواهد بود. از سمت‌هاش 2 دوره سمت ریاست هنرستان موسیقی ملی ایران رو داشت و همچنین خودش یک مدرسه موسیقی رو در سال 1302 در تهران تأسیس کرد و در سال 1303 یک سال بعد از اون گروپ موزیکال رو تشکیل داد که با شاگردان خودش به کنسرت و اجرای قطعات پرداختند و کنسرت های زیادی رو اجرا کردند. همچنین ریاست شورای عالی موسیقی رادیو رو داشت. از ضبط های موسیقی که ایشون داشته همکاری با 2 شرکت پلیفون و بدافون هست که مجموعه ای از آثار خودش رو به صورت تصنیف و رنگ و اینها ضبط کرده. همچنین تکنوازی های تار که بسیار شاخص هستند. او سمفونی نفت رو در دوره استقلال نفتی ایران توسط مصدق
نوشت و ضبط شد و در رادیو اجرا در اومد. از کتاب ها که مجموعه زیادی هست، مهمترین ها دستور تار و ستار هست که 2 جلدی در برلن چاپ شد و دستور ویولون و موسیقی نظری و همچنین آواشناسی یا هارمونی و اینها از کتاب های مهم ایشون هست. شاگردان برجسته‌ای مثل روح الله خالقی تربیت کرد، موسی خان معروفی، جواد معروفی، حشمت سنجری، عبدالعلی وزیری، خادم میثاق، حسین علی ملا و فروتن راد. این تصنیف در آواز دشتی هست، دشتی که می نوازیم دشتی لا در شور ر واقع شده، پرده ها میکارون، سی بمول و گهگاه از لاکارون هم به عنوان نوت متغیر استفاده میشه. به این شکل میزنیم که ر لا سیل سول سول سلا ر دو لا، که ر بم بود، ر دو لا سکوت، سی لا سول فا می ر می فا می سول فا می ر دو ر فا سول لا دو فا سول لا ر دو سی لا، لا کرون میشه لا فا، دوباره لا بکار لا لا، فا سول سی لا سول فا می ر می سول فا می ر دو ر، باز فا سول لا دو فا سول لا ر دو سی لا، لا کرون فا لا بکار لا، فا سول سی لا سول فا می ر می سول فا می ر دو ر فا لا سول فا 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 سول لا، دوم یه رو سول به لا کارون تریل میدیم، سول سول فا فا سول سی لا فا می ر سول می ر دو ر سی سی لا، سوم میاد روی لا کرون میگیم لا سول 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 فا. از چپ هم شروع میکنیم، چپ راست 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 راست، لا بکار لا سول، سوم میاد رو سول سول فا سول فا سول فا سول فا سول فا می، که اینم سول از چپ شروع میشد، سول فا سول فا سول فا سول فا سول می ر سول لا سول می دو فا سول فا ر می فا سول لا سی لا سول، راست چپ راست فا می لا سول فا می ر فا سول فا ر. این قطعه در 6/8 هست، با سرعت 60 میتونیم بزنیم. ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم از دو ضرب 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 و 2 سکوت هستن در ابتدای قطعه، 1 2 ر لا سی سول سول فا. چه شود گر فکنی بر من مسکین نگهی، تو مهی بر آسمانی و منم تار رهی، روی خویشت عاشقان جانا مکن هرگز نهان، نور ماه از آسمان تابد بر اطراف جهان، به دست تو تیغ جفاست ای صنم، نشانه تیر تو کیست، آن منم نخواهم از دام تو رست، بی خطر دم میبریم بسته دام، کن نظر ای گل
از تو هرگز من بر ندارم. با همه جور تو من در ره دیگر نروم، بسته ام در دام سر یار دگر من ندارم. چون کنون از جور خود دست شسته ام من ای حبیب، کی مرا بینی و بعد از جور و از کید رهی. گذشته در راه تو منحصرم، جویی بر این بسته دام کن نظر. گذشته در راه تو منحصرم، بگو کز این درد به که رو آمدم. نشان که اندر ره دور